امروز اومدیم با یه ویدیو دیگه که چطور درآمدزایی چنل یوتیوبمون رو فعال کنیم. به تازگی فکر کنم یوتیوب کشورهایی مثل افغانستان، ایران رو درآمدزاییش رو قطع کرد. استودیو یوتیوب رو اول نصب میکنیم، میریم داخلش تا باز کنه. باز کرد، میرم قسمت کسب درآمد. الان کسب درآمد من فعاله، ولی برای شما یه چیزی میاره. مکان شما برای کسب درآمد امکان نمی باشد. یه چیزی تو مایه همین چیزاست. میریم داخل کروم از همه بهتره، یا هر برنامه گوگل چیزی که میخواین توش سرچ کنید. میزنیم استودیو یوتیوب. بعدن میاره اون اولین سایتشو، سایت اصلیشه. روش یه چند ثانیه نگه میداریم. باز کردن در برگه جدید در گروه، اونو روش کلیک میکنیم. بعدن اون قسمت پایین اگه خوب نگاه کنید آورد اینا. بعدن روی اون ضربه میزنید. سب میکنیم تا باز کرد. بعدن میریم به اون قسمت گوشه تنظیمات. اینجا داخل تنظیمات میشیم. مال شما توی کانال میرین. بعدن انتخاب کشور و ایالت، من ایالت متحده رو انتخاب کردم. شما هر چیزی که دوست دارین رو انتخاب کنین. بعدن اینجا ذخیره رو میزنیم. این گزینه ذخیره رو میزنیم. مال من و کسب درآمدشون. بعد کسب درآمد شما فعال میشه و میتونید از ویدیو گذاشتن در یوتیوب کسب درآمد کنید. ولی منم این هنوز درآمدی از یوتیوب ندارم و میخوام، تازه چنل یوتیوبم رو باز کردم، میخوام از ویدیو گذاشتن در چنل یوتیوب میخوام کسب درآمد کنم. شما هم اگه میخواین کسب درآمد کنین، با من رو چنل من رو سابسکرایب، لایک و زنگوله رو روشن کنید تا بهتون ویدیوهای آموزنده و بسیار مفید را بهتون یاد بدم. خدا حافظ بچه ها. لایک و سابسکرایب یادتون نره، حتما لایک کنید. خدا حافظ.